خیلی خوش اومدید به ویدیو هم پلاس تایتل و تام داریم ویدیو متوجه شدید. براتون یک فالسیتی آوردم بچه. این فالست اما مثل فالسیتی که میرید میزنید باز برمیزه داشته اینو باز میکنید اینا نیست. میرید کدتو دکمه اینو میزنید و براتون میاد. خود یه برنامه است بچه. این فالست خوشگل و فاندامنتالی میبینید. حتی این فالست دیگه هم هستی که بهتون نشون بدم. این فالست که اسکیموش داره واقعا خوشگله واقعا بچه. و همینطور یخ بازیش کنید یه جای یخش برم براتون جای اسکین یخ ها. این که من اسکین یخی ندارم. خب جای یخ این اسکین یخ رو میاد. سه تا مدل اسکین یخ دارم. و بچه بکنیم این ست که من ازم یه کارکتر آلوکه. خب این سرش ستم بزن نکنه الان خود کارکتره همش هم خود کارکتره. ببینید داشته دارم ببینید این چرشش بزنید عوض کنید اینا و هیچی دیگه هیچ سباریم. خب دوستان برای اینکه بتونید این رو دریافت کنید یک برنامه است. اون برنامه رو داخل چنل رو دانلود کنید که لینک چنل داخل دیسکریپشن هست یا همین الان یا همین روی صفحه میاد بتونید دانلود کنید و فقط فایل رم داره که الان مثلا ما الان اینو بهتون نشون میدیم بعد ادامه ویدیو بهتون میدیم فایل چیه و اون نشون میدیم که استقرارش کنید. پس لایک رو بکوبید چنل رو ساب کنید که با یه لایک شما کلی ما انرژی میدید. پس بریم سراغ ویدیو. Let's go. ما وارد برنامه شدیم. حالا اینجا میگه که اگه شما فیفای مکسید که باید فیفای مکس، اگه فیفای نورمال که روی نورمال. حالا ما فیفای نورمالیم، روی فیفای نورمال میزنیم. حالا میگه دانلود فایل یا اجازه میدید. همون فایلی که گفتم بچه میدید ما اون رو که داخل چنل میذاشتیم این رو دانلود کنید میزنید. الان اینجا باید به اجازه اتوماتیک میزنید و چون که نمیخواد بازی داشته اینو باز کنید اینجا اتوماتیک میزنید. حالا شروع رو میزنید. حالا سب میگید که برمون دید بچه باید ویدیویتون خاموش باشه. اگه شما نکنید ویدیویتون باید حتما خاموش باشه. خب دوستان بکنید این سکتر رو اینا اسکین رو میبینید. این اسکین یخا رو داره و اسکین لباس رو داره که خفه ها چه داره خیلی سخت داره. همینطور مثل این اسکین ها شوکه رو داره. ببینید که سه اسکین های خفنی داره و ماسکوت از این ماسکوت داره و ستای خیلی بچه خفنی داره. حتما این ویدیو رو بزنید و تا آخر ببینید که چیزی داره و برید شما بزنید و لذت کافی ازش ببرید. بچه ها وقتی وارد کانال ما بشید میتونید اینجا فایل دانلود کنید. شما اینجا اینو گذاشتیم و بریم براتون فایل بیاریم. وقتی براتون فایل گذاشتیم این فایل دانلودش میکنید. فقط باید بچه دانلود کنید. دارم بتونیم این فایلی که دانلود کردید روی یک دقیقه میزنید و برنامه داشته بازش میکنید و اینجا میبینید که این یک برنامه که اینجا ما گذاشتیمه روشن گفتم. بچه این برنامه رمز پسورد داره. پسوردش داخل ویدیو بهتون میگم و توی برنامه میزنید و روی نصب میزنید و اینجا باید پسورد رو وارد کنید. وقتی ما پسورد وارد کردیم روی تایید میزنید و نصب با اسکرین با نصب نمیزنید
بچه من برنامه رو خب نصب داشتم من کنم که نصبش کردید حالا باید برنامه شیزیکو رو حتما دانلود کنید که برنامه شیزیکو رو میرید بهتون طریق دانلود شو بهتون میگم. بچه شما داخل مرگه گوشیتون میرید مرگه گوگلتون و سرچ کنید شیزیکو و که بزنید اینجا براتون میاره میتونید مارکت دانلود کنید و از فروشگاه دانلود کنید. من دانلود کردیم نحوه استفادهش هم بهتون میگم. بریم برای آموزشش. خب دوستان وقتی که وارد تنظیماتتون که شدید میاد اینجا درباره تلفن یا همون درباره گوشی میزنید و 7 رو روی نقطه سیستم عامل یا شماره ساخت میزنید برای اندروید و شیائومی فرق نداره میزنید و تا که شما برنامه نویس. حالا وارد سیستمتون میشید و میاد اینجا گزینه‌های برنامه نویسان و اینجا گزینه توضیح میدن. حالا میاد پایین بخش اشکازهای بیسیم میزنید و اینجا حتما بچه ها وای فای وصل شد. یک وای فای وصل بشید که بتونید کدی که براتون میده وارد کنید. اینجا وقتی وصل کردید میرید داخلش و میرید داخلش رو میزنید. حالا ما بریم به وای فای وصل بشیم و بیاد. این برنامه بالا آورده. بعد این برنامه وقتی وارد میشه یه رمزی هم داره که اون رمزو آقای چنل میذارن یا ادامه ویدیو بهتون میگم. پس نگاه کنید. برنامه دارم که فیفای نورمال یعنی فیفای عادی که باز اشتباه نگید فیفای فیفای بلو ماره. فیفای نورمال یعنی فیفای عادی و فیفای مکس که خودتون میدونید. روی همون گزینه که فیفای نورمال میذارید که نورمال میذارید روی اجرای اتوماتیک شروع اصلا کنید که براتون بالا بره و تمام میتونید بره استفاده کنید و اونی که میخواید رو مثلا داخلش اینجا میگردید میزنید. بعد اینجا میایید و روی کلپیک میزنید روی این دکمه میزنید که استارت براتون میشه به داخل خود بازی. دوستان این هم از ویدیو ما. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر از این فایل بیشتری میخواین یا سری دیگه سنسیتی میخواید من کامنت رو بهم بگید و رمز فایلم 256 هستش و پسورد داخل برنامه 546 هستش. دقت کنید رمز پسورد فایل که اون بکنم فایل پسورد بهتون دارم کنید 256 هستش. بعد رمز برنامه هم که گفتم باید رمز وارد کنید 446 نه ببخشید 546 اینو بزنید براتون بالا بیاد و اونجا تا اینجا ویدیو دیده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک و ساب بزنید که خیلی ما انرژی میدید تا ویدیو بعدی. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.